پول انسان را ویران میکند؟ اما میگفتند که بله پول انسان را ویران میکند. میگفت نه، پول در اصل کی بودن انسان را نشان میدهد. نفرانی هستند که پول ندارند، به پول باشند، سرشان خم است، دست پیش بر السلام علیکم خاکسار هستند. همین که پولدار شدند، ماشین سوار شدند، با کوچه گذشتن سلام نمیدهند. و هستند نفرانی که در هر یک صورت یک هستند، چی پولداری چی در به پولیشان یک هستند، همان خاکساریشان. پس پول انسان را ویران نمی کند. پول در اصل کی بودن شما را نشان میدهد. با این خاطر اینترنت هم همین است. فی اینترنت همه جوانان را ویران کرد. این یراق است، با کدام با استفادهش میبرید. اگر اینترنت هم نمی بود شاید من رو کسی نمیشناخت. مثال این موضوع ها خیلی زیاد است. شما را دوست میدارم. خیر.